سلام. امروز میخوایم سفری کوتاه به دور دنیا داشته باشیم و با 10 کشور کوچک جهان آشنا بشیم، کشورهایی که شاید روی نقشه خیلی کوچیک باشن، اما داستانها و زیبایی‌های بزرگی دارن. آماده اید؟ بزن بریم. 1. واتیکان، کشوری کوچکتر از یک محله. واتیکان تنها 0.49 کیلومتر مربع مساحت دارد و محل اقامت پاپ است. این کشور کوچک قلب مذهبی کاتولیک‌های دنیاست و سالانه میلیون‌ها گردشگر را جذب می‌کند. 2. موناکو، پایتخت لوکس‌نشینان جهان. موناکو فقط 2 کیلومتر مربع مساحت دارد، اما یکی از ثروتمندترین و گرانترین مناطق دنیاست با کازینوهای معروف و مسابقات فرمول 1. 3. نایورو، کشوری جزیرهایی در اقیانوس آرام با فقط 21 کیلومتر مربع مساحت. نایورو سالها به خاطر معادن فسفاد ثروتمند بود، اما امروز با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است. 4. تووالو، یکی از کشورهایی که احتمالاً روزی نامش را نشنیده‌اید. تووالو تنها 26 کیلومتر مربع است و با بالا آمدن سطح دریا در معرض خطر غرق شدن قرار دارد. 5. سان مارینو، قدیمی‌ترین جمهوری جهان. سان مارینو در دل ایتالیا قرار دارد و حدود 61 کیلومتر مربع مساحت دارد. این کشور با قلعه‌ها و معماری تاریخی‌اش شناخته می‌شود. 6. لیختناشتاین، کشوری میان سوئیس و اتریش با 160 کیلومتر مربع مساحت. لیختناشتاین یکی از امن‌ترین و ثروتمندترین کشورهای جهان است و طبیعت کوهستانی فوق‌العاده‌ای دارد. 7. جزایر مارشال، در اقیانوس آرام با 181 کیلومتر مربع مساحت. این کشور از بیش از 1000 جزیره کوچک تشکیل شده و سابقه آزمایش‌های هسته‌های آمریکا را در تاریخ خود دارد. 8. سنت کیتس و نویس، این کشور کارائیبی با 261 کیلومتر مربع شهرت زیادی به خاطر سواحل زیبا و طبیعت گرمسیری دارد. همچنین یکی از بهترین کشورها برای دریافت شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری است. 9. مالدیو، بهشت گردشگران. مالدیو با 298 کیلومتر مربع و هزاران جزیره کوچک یکی از محبوبترین مقاصد لوکس در جهان است. آبهای شفاف و هتل‌های روی آب آن را به رویایی‌ترین مکانها تبدیل کرده. 10. مالت، کشوری کوچک در مدیترانه با 316 کیلومتر مربع مساحت. مالت ترکیبی از تاریخ باستانی، معماری جذاب و سواحل زیباست و لوکیشن بسیاری از فیلم‌های مشهور بوده است. اینها 10 تا از کوچکترین کشورهای جهان بودند، کشورهای کوچک اما با فرهنگ‌ها، طبیعت و داستان‌های بزرگ. اگر دوست دارید درباره هر کدام ویدیو جدا بسازیم حتما بگید.